اون بچه ها من علی اکسان هستم و خوش اومدین دیگه اگر چنلمون رفقا چطوری اومدیم در یه بازی وان بلاک. البته آره دیگه با جان what the fuck میگه برو میخوام بلم سکو بشکنمش پروش. خب اومدیم در وان بلاک بریم وان بلاک بچه ها اگه دوست دارین این سری وان بلاک ادامه ده حتما تو چست 5 رانون کتاباشو نمیخوام سرک و کتاب فکر کردم این چنده بعد بذار توشو بخونیم. داره میگه از راهنمای بازی و از این چیزا چرت و پرت ما نیاز بهشون نداریم. چستو میکنی خدا کن حیوان ظاهر نشه. الان مگه اینو بکنم یه خوب ظاهر شه دفعه خیلی خطر. پس باید تا میتونم این درتا رو بذارم و صرفی روی داره میگه خوب به همین سریع به چوب رسیدی عالی. و اینو تیم کرافتین تیبل بکنم یه الان یک گاو از پشت ظاهر بشه کنم و من اهم کنم چون وسط خب ما اینجا رو بزرگ میکنم سکن با باگ بدراک استفاده کنم چون اینجا ماینکرافت بدراکه نیفتی بده میدادی یکم چوب بکن. من خیلی وان بلاک بازی کردم فکر میکنه کوچولوه این کوچولو. عالی بچه عالی غذا بی نهایت جور شد. عالی بچه عالی بزن یه ویل بسازم. تو رو خدا میگه سریع که بره ببخشید از سر بگیرم جان من چوب بازم هم یه طبع میشه ساختمت گفتر کنی یکم دار بکنم اینجا بزرگتر کنم ما میتونیم اینو تبدیل به بلاک کنیم بچه ها. عالی این سری داریم ما قوی پیش میریم قوی قدرتمند. بابا پت نشو پدر. خب چستمون رو بذاری. ممنون گاو عزیز که چیزی که گفت میخواستم بگم و گفتی اصلا خودم متوازن نشدم. اینو بکنیم. خب چست رو ما میکنیم همه وسایل رو بندازیم توش همه فقط درتا رو نگه میداری با بیل و طبع همینا. مرغه کو قلدی مرغ تو تسای من نداد خود از این کارا کردم ولی ایبی نه
اینو نخوری که میخونمت. نخوری که میخونم. واقعا چیز عجیبی. یکم دت بخلیم. تو گاوی شمالو میخوله، من این توبالو میخولم. یه بیس واسه خودمون باید درست کنیم. خودم فهمیدم یه دونه چیز گذاشتم، یه دونه درت اونجا گذاشتم. اینجا چرا خالیه؟ خب ما باز وسایل‌های که جمع کردیم رو میذاریم و شروع میکنیم به کندن اونها. اینو گذاشتم انگار سرش نید. بعد وان بلاکمونه باید درست کنیم. چست بیا دیگه، چست ای چست. ایوان 2 تا گاوه قیم. سلام توتولو به دنیا آمد. بامبیل عالی. سب کن اینو باید بذار. حیفش که سری هارده. نگاه کنید لحظه سب کنید. بذار سری رو بزنم روی نورماله که زایی شد. آره رو نورمال خوبه بچه ها. رو نورمال باز چقدر ایزیه. چقدر ایزی. بچه ها یه کاری رکورد تا 7 دقیقه. اگه از دیدن این ویدیو خوشحال شدی حتما چنل منو سابسکرایب داشته باشی. خدا نگهدار.